گیرم که کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون رو بگیم جعلیه، که جعلی هم هست. اون از اون جعلیاتیه که باورم کردن این بچه‌های مؤمن و انقلابی و 57 و اینا باور کردن و یه یهود شناسی خیلی تخیلی، شخمی تخیلی بر اساس اون شکل دادن و دنیا رو اونجوری میبینن. خب اون کتاب جعلیه، با اینکه یه ناشر مذهبی هم تو ایران چاپش کرده، یعنی آستان قدس رضوی اونجا چاپش کرده که یه ناشر مذهبی هم هست. البته ناشر مذهبی که پولشو دولت میده و پولای ملت، در واقع یه ناشر دولتی داره پولاشو حروم یه همچین کتاب جعلی میکنه که ذهنیت ساختگی درست کنه برای مثلا بچه‌های مؤمن انقلابی در مورد یهود. ولی حالا اون کتاب جعلیه به کنار، و این جعل هم فقط اونا باور نکردن ها. حتی یک کسی مثل این آقای آیت الله سید محمد حسینی شیرازی که یک عالم غیر انقلابی هم هست، اصلا با جمهوری اسلامی هم زاویه داره و انقلابی نیست، 57 هم شاید حساب نشه، حتی اون توی همچین کتابی دنیا بازیچه یهود اومده این کتاب باور کرده و ازش مطلب آورده. خب حالا اگر بگیم این یهود ستیزی ها مبناش یک کتاب جعلیه، ولی خب قرآن رو چی میگی؟ تو قرآن مگه نداریم که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، مهمترین دشمنان و شدیدترین دشمنان یهودند. خب پس اینو چی کار میکنید؟ قرآن که دیگه باید یهود ستیز باشه. ولی ببینید در سیدنی یک ضارب مسلمانی میره اونجا حمله تروریستی میکنه و میزنه یهودی‌ها رو تو جشن هانوکاشون میکشه و همونجا یک نفر مسلمان دیگه میاد اینو خلع سلاحش میکنه. خب و این تناقض رو چیکارش کنیم؟ بالاخره 1.5 میلیارد مسلمان تو دنیا هن، بگیم اینا یهود ستیزن، بگیم قرآنشون یهود ستیزه؟ امشب ساعت 7 توی لایوی که من برگزار میکنم برید هر چی آیه تو قرآن هست و فکر میکنید که یهود ستیزه یا یهودی ستیزه پیدا کنید بیارید اونجا، با هم یه چالشی داشته باشیم، ببینیم که فقط رو قرآن میخوایم باشیم و جای دیگه نمیخوایم بریم، به شخصیت ها کاری نداریم، فقط قرآن. ببینیم قرآن یهود ستیز هست یا نیست. ساعت 7 امشب توی لایو یوتیوب من.